9 دکامبر در ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جمعیت دارای مسئولیت محدود کمیونیت ارد دوشنبه مورد بهره برداری قرار داده شد. کمبینت ارد دوشنبه که زیاده از 30 سال اخیر با سبب کهنه و فرسوده شدن خطای استحصالی از فعالیت بازمانده بود، با دستگیری و راهنمایی‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با مقصد رشد ساحه صنعت و افزایش بخشیدن حجم استحصال محصولات خوش‌صفت با خرج بیش از 50 میلیون سومانی از جانب صاحبکاران وطنی پورا تجدید و نوسازی گردید. تمام بناهای کمبینت با استفاده از مصالح ساختمانی اعلی صفت و جلب ساختمانچیان محلی با طرح معاصر و زمانوی تعمیر گردیده، نوسازی و تجدید آن برای تأمین بازار داخلی با ارد و تحکیم استحصال محصولات صادرات شونده وطنی مساعدت فعال می نماید. مساحت عمومی کمبینت ارد دوشنبه 4 گکتر بوده. ساختمان، تجدید و نوسازی بناهای موجوده امکان داد که در کوتاه‌ترین مهلت از شرکت‌های بانفوذ اروپا و کافکا انجینیرینگ و منیجمنت جمهوری خلقی خطای خطای استحصالی نو خریداری و وصل و نصب کرده شود. اثنای شناسایی به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که خط استحصالی وصل و نصب گردیده عین زمان نظیرش در آسیای مرکزی نیست و از روی تکنولوژی و خصوصیت‌های تکنیکی معاصرترین محسوب می‌یابد. تکنولوژی وصل گردیده به طور اتوماتیک فعالیت می‌کند و در روند استحصالات قوه کاری کم استفاده می‌شود. با مورد بهره برداری قرار گرفتن کمبینت ارد دوشنبه در مجموع 100 نفر متخصصان محلی با جای کار و معاش خوب تأمین گردیدند. در این کمبینت در یک شبانه روز 400 تن گندم مورد کارکرد قرار داده شده. با نام‌های میسه، خوشه، سنبله و سفره تولید بیشتر از 10 نوع ارد که از آن یرمه گندم، مکرون، نامگوی زیادی محصولات نانی و قنادی استحصال کرده می شود راه اندازی گردیده است. محصولات کمبینت مطابق با طلبات بازار جهانی در حجم گوناگون بسته‌بندی گردیده پیشنهاد خریداران کرده می شود. به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که با مقصد تأمین بازار داخلی با محصولات وطنی آینده در نزد کمبینت ارد دوشنبه چندین کارگاه‌های نو به کار درآورده می شود. بنیاد کارگاه‌های استحصال مکرون و محصولات نانی و قنادی از جمله چنین تدبیرهایی است که به نقشه گرفته شده است. همچنین با بین‌نوبت گرفتن طلبات کارگاه استحصال محصولات پرهیزی از سبوس نیز بنیاد کرده می شود. در اینجا اینچنین خوراک پرنده، ماهی و چروا هم استحصال می‌گردد. در شهر دوشنبه روزهای نزدیک مغازه‌های فیرموی کمبینت ارد دوشنبه به فعالیت آغاز می‌کنند. تکنولوژی کمبینت مذکور تکنولوژی معاصرترین بوده از چین و کشورهای اروپا وارد کرده شده است. من زیاده از 28 سال در این ساحه کار کردم، همچون سرتکنولوژ، سرمهندس در کارخانه‌های تاجیکستان و قزاقستان کار کردم. چنین شرایط و کامپیوتریزاسیا در یگان آسیا من ندیده بودم تا حال. تکنولوژی مذکور در شرایط امروزه در تاجیکستان و در کشورهای آسیای مرکزی بهترین می باشد و در شرایط امروزه ما زیاده از 10 نمود اردها را استحصال میکنیم. ارد نو دوم، ارد نو یکم، ارد نو عالی، ارد برای استحصال محصولات مکرون، یرمه گندمی. در آینده در نزد کارخانه مغازه فیرموی تشکیل کرده می شود. سبوس این محصولات پرهیزی می باشد برای کسلی های قند با آنها
نان‌های سفید عموما ممکن است. برای این ما در شرایط تاجیکستان سبوس رو عموما کم استفاده میبرند. بهترین ویتامین ها و میکرو الیمنت ها در سبوس جایگیر است. این بسیار محصولات سرغذا، تمام میکرو الیمنت ها، امینوکیسلات ها در آن وجود دارد. ما میتوانیم استحصال کنیم محصولاتی که این روز در کارخانه استحصال میشود، یارمای گندم، ارد برای مکرون. ما میتوانیم هم کارخانه های وطنی و هم کارخانه های بیرون از کشور رو تامین نماییم. در آینده هست همین نقشه ها که زود مکرون ساخته شود و ما 100% میتوانیم کارخانه مکرون رو با ارد خودی تامین نماییم. در مجموع در یک سال 146,000 تن گندم را کارکرد کرده میتواند. برتریت اساسی این کارخانه ما این است که پررگی اتوماتیزاسیا کرده شده است. هنگام کار کردن کارگران زیادی که در دیگر کارخانه ها طلب میکنند کارگران زیاد لازم نیستند، اما متخصصان اساسی که برای پیشرفت این کارخانه لازم هستند البته که به کار تامین کرده شدند. فعالیت با نظام کمبینات میتواند در سمت استحصال ارد در پایتخت مملکت برای معتدلی ارزش محصولات در تمام فصل سال و جهت ذخیره آن همچون محصولات نیاز اول نقش موثر گذارد. در آینده در کمبینات ارد دوشنبه با به کار درآوردن اقتدارهای نو حجم استحصالات افزون و شماره جایهای کاری زیاد خواهد شد. با تاکید مسئولان کمبینات مذکور با تامین طلبات روزانه شهر دوشنبه با ارد که طبق تحلیل‌ها بیش از 400 تن را تشکیل می‌دهد، در آینده محصولات به دیگر کشورهای منطقه صادرات کرده می‌شود. در کمبینات ارد دوشنبه انبار برای ذخیره 32,000 تن گندم، انبار با مساحت 5,000 متر مربع جهت نگهداری 3,600 تن ارد و انبار برای نگهداری سبوس و گندم ریزه بنیاد گردیده. خط راه آهن از داخل کارخانه می‌گذرد که خراجات انتقال محصولات را به مراتب کاهش می‌دهد. با مقصد تحویل و دسترس کنی محصولات استحصال شونده به نقطه‌های فروش و مرکزهای سودا 10 عدد واسطه نقلیات بارکش معاصر گوناگون حجم خریداری کرده شده است. باعث خرسندی است که با اشتراک جناب عالی محترم امالی رحمان کمبینات ارد شهر دوشنبه دوباره با کار آغاز نمود. ما از آن می‌نداریم که متخصصان با جای کار تامین گردیدند و معاش خوب تامین شدند. کمبینات ارد شهر دوشنبه سالهای دراز فعالیت نمی‌کرد و امروز با اختیار پرش به کار درآورده شد. ما متخصصان کوشش می‌کنیم که در آینده محصولات خوش‌صفت استحصال نماییم. در کمبینات ارد دوشنبه برای معین نمودن صفت گندم وارد شونده و محصولات استحصال گردیده آزمایشگاه با تمام لوازمات زمانوی تشکیل کرده شده است که این به پیشنهاد محصولات با صفت زمینه گذار می باشد. Производственно-технологическая лаборатория تشخیصگاه استحصال تکنولوژی نزد کارخانه کمبینات ارد دوشنبه با تجهیزات ضروری تشخیص موثر جهازانده شده است. در تشخیصگاه ما تجهیزاتی داریم که صفت گندم و محصولات استحصال شده را در مدت کوتاه مشخص می سازد. تشخیصگاه دارای سرتیفیکات سطح بین‌المللی بوده به استانداردهای جهانی مطابق گردانده شده است. تشخیصگاه ما به استانداردهای خاص و ایسو 9001 که معیارهای بین‌المللی صفت محصولات خوراک دانسته می شوند مطابق گردانده شده است. فعالیت تشخیصگاه برای معین ساختن محصولات خام وارد شده یعنی نوع‌های گوناگون گندم و محصولات تیار یعنی ارد نگرانیده شده است. در کارخانه ما ارد برای آماده نمودن نان، محصولات مکرونی و دیگر نمود محصولات ملی که از ارد تیار می شود استحصال کرده می شود. هیئت کاری تشخیصگاه عبارت است از متخصصان ورزیده ساحه و متخصصان جوانی که دانشگاه ملی را ختم نمودند. تمام کارگران تشخیصگاه می توانند به طور مستقلانه تشخیص محصولاتی را که فعالیت تشخیصگاه برای مشخص سازی آن نگرانیده شده است معین نمایند. персонал лаборатории полностью укомплектован опытными работниками, а также молодыми специалистами, выпускниками Национального таджикского университета. ضمن صحبت با کارگران و متخصصان جمعیت دارای مسئولیت محدود کمبینات ارد دوشنبه، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که در روند تطبیق هدف چهارم صنعتی‌کنی با سرعت مملکت سهم صاحبکاران وطنی بیشتر بوده. این سهمگذاری هم در افزایش استحصال محصولات وطنی
و هم در تأمین ساکنان با جای کار و معاش خوب زمینه واقعی میگذارد. در سمت بنیاد کارخانه‌های نوی صنعتی و وارد نمودن تکنولوژی معاصر استحصالی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان به صاحبکاران و سرمایه‌گذاران وطنی و خارجی امتیازهای زیاد مقرر کرده شده است. نتیجه همین است که طی سالهای اخیر در پایتخت مملکت شهر دوشنبه در برابر بنیاد و نوسازی مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی و فرهنگی صدها کارخانه نوی صنعتی مورد بهره برداری قرار گرفت که این تدبیر در تأمین بازار داخلی با محصولات وطنی و تأسیس جایهای نوی کاری زمینه مساعد را فراهم آورد. طبق معلومات رهبرت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در پایتخت مملکت نزدیک 70 کارخانه نوی صنعتی مورد بهره برداری قرار داده می شود.